الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس بر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. امروز در این سحری پرفیض، در این سحری پربرکات، الله سبحانه و تعالی به یکی از مهمانان قدردان ما که از شهر بخارا با عبدالرؤوف جان به این برادر از سوخ زمین الحمدلله برای زیارت ما و برای زیارت خانه الله سبحانه و تعالی اومدن، به قدمی آنها حسنات میگیم. قدم‌های شما را مبارک باشد، قدم‌های شما را خداوند عزیز بگرداند. مهمانان گرامی قدر، سبب که من 3 سال در شهر آنها همچون مهمان در مدرسه میر عرب تحصیل گرفتم. من همچون شهر بخارایی را همچون بابا، همچون پدر دوست می‌دارم. الها قدماتون الله مبارک بگرداند، چون که اولین سرچشمه حاصل کردن علم من از بخارای شریف یکی مدرسه های قدیم ترین مدرسه میر عرب بود که در اینجا چندین استادها البته خدا خواهد ما را علم دادن. من از علم ها تا امروز خدا خواهد غذا گرفتیم و شکرانه خدا را میگیم و این برادرها را خوش آمدید میگیم. نوری دیده تاج سر. بابا جان خدا خواهد یک چند سخن میکردی، خدا خواهد انشاءالله در رفتی کاری ما و استاها خدا خواهد انشاءالله و آمد شما به اینجا بسیار برای ما خدا خواهد خرسندی آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از بخارای شریف آمدیم مهمان بر. از بخارای شریف قبیله محمود، قوارا محمود قشلاقش من آمدیم. بین بخارای ما 8 کیلومتر است. همه نیت‌های ناس گرفتم، دیگه مشتای ناس سوخ با آب و پیش است. این خاندان محمد سلیمان جان آمدیم، نایم جان برادر ما که آمدیم. یک زیارت نیت‌های ناس کردیم. سبگه اینجا به صبح آدمای خوب، آدمای فرمانبردار، آدمای اهل اسلام، آدمای همدیگر حرمت می‌کنگی، آدمای بزرگ دانشمند گوشتگی، این یک مکان منزل مکان است. من الله و ما شکرانه همچنان میگیم که همینجا به رساندگی به دامادان دیدار یادگار دیدن. این مسجد شما مبارک شود، هم کار سر کرده، هم اهل قشلاق مبارک شود. اینجا مسجد نمازان میخونن، کارهای درست، کارهای خوب میبینن. من همینجا نیت کرده بودم، من یک دختر عطیه مثلا خالده خان، همون کسی دامادشون ناموزهای هم دامادچه میکنه، همون کسی دخترشون سارا بانو بابا جان تقوی جان ما شما اوزاد میکنیم، همون که سپانسوری کرده من الحمدلله. اکنون داماد جان حق همون دیانش بر سارا بانو میگه خالده خان جانیمون دامادشون خراب حق یک دوی زور کرده میگه دیانش هم علم نام الحمدلله. عالی معلومات میگه، دیانش هم کارهای نزد اینو 5 وقت نماز میخواد. الحمدلله. کارشون میکنن زنهای سالی. نه اسکریم تا عادی با فرمان بردار. من همون دادم. من گفتم نصیب باشد من روم یک دامروی بزرگ اگر خدا تو ریبره کنم اسمو داغ خدا خواهد. الحمدلله. بسم الله. الصلاة و السلام علی رسول الله. پاک و پروردگار. همین برادران را خیر روشن ان شاء الله خدا خواهد و قدماشون مبارک بگرداند. خدا الله. این کسانی که ما را یاردن کردند، تو را بردن، خدی چپان برای خدا خواهد همین بابا و همین رسولان کمک کردیم. خدا الله در امروز در روز در کسب و دامادشون هم خدا الله خود چی مقصد و چی آرزوها دارن، خود دینی است و خود دنیایی و فضل و کرم و دل و برآورده خیر بگرداند. همیشه در خاندان یا تیمی آسایشته خاطر همین فایده و برکات می برادران خدا خود سفرهاشون خدا خواهد به خطر بگردانید، صحت آوردی، سلامت با یک بیان مقصدهای حاصل شده بر وطن چو برگشته رفتن الله نصیب بدارید. همین خانه ختم پروردگار و فایده همین مهمانان قدم رجع کردن پروردگار خود زودتر آباد بگردانه. برای در اینجا خدا خواهد اسرا طاعت و عبادت کردن اهل جمعیت مسلمانان را الهی نصیب بدارید. همیشه تنزیتی خاطر جمعی پروردگار عطا نماید، خصوصا در جمهوری ما پروردگار خدا خواهد آسمان مصطفی بگردانی. رئیس جمهور هم خدا خودت عمری دراز استیفا را خادمان حکومت هم توفیق شنا با رفیق بگردانید و کسانی که خدا خواهد از دور نزدیک و این مسجد ما کمک دارند، چی مالی و چی جانی خداوند خود در امروز در کسب و کار و برکات
تمام مسافران خدا خود سفراشون خدا به خطر بگردانید. امروز ما قرار داریم در دهه خداوند ان شاء الله ذوالحجه دهه بهترین که در این موسم حج است الحمدلله. در این دهه طبق ان شاء الله سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم باید که با تکبیر با تهلیل یعنی ان شاء الله با یعنی ذکر و کلمه لا اله الا الله الله اکبر و ان شاء الله صلوات کتی این دهه را به طاعت عبادت گذاشتنش الله نصیب و بدارد خدا. من حاجیایی که خدا در سفر هستند چی از جمهوری تمام ازبکستان خدا دامی حاجی ها خدا سفراشون به خطر بگردانی یعنی حاجی اکبر شده خدا خواهد و یک مقصد واسه شده که جنت یعنی حج آخر مکافات جنت الله سبحانه و تعالی سبب همین جمعیت هم سالهای بسیار هم خانه خدا زیارت کردن شه اله نصیب بداریم. هر کی را حاجات است مقصود است خداوند با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمت خدا شما نگید بشکره کدام آدمی که در دلش در خدا میکرد کمترین توکل در خدا میکند نیتهای نفس را صبر میکند خدا میرساند. من خاله جان دختر سورابانو داماد شما کلو رحمت فرزندات کلو شود عالم معلم شود فرمان بردار شود حافظه قرآن شود کدت برای کد نامه که خوندن آرام نصیب کنند کلو با تفایلی داماد سیز تفایلی من شیر لگه سورا تفایلی رو من شیر لگه کتا رحمت سلامت بله من سلگه دعا بردم دامادم داملم کتا داملا چربش در دیپلامlı داملا کلیم شو سلگه دعا بشم سلامت بله اینه کارتون محمد سلامت بشه مویا اوتیمون اکو داملا بودم میخوندن آدمای قدیم یا قطعی نگیم ما کار ما همینجا کو کانال وقت میگه آبونه وای داشتم وظیفه داشتم دو تلفن که است نگیندم هادی لوی آمین نیتوی نیک دارد و نیتون فرسونت آمین روی دردن همینتون الهی آمین آمین بین خلق و جنجال های پریزن بارو سلام صاحب سلامت الله اکبر خشاونده همینجا باش یک بی همین دروازه هم شدگی خدا خواهد نصیب باشد پگمون رفتنی استشکشون اسلام بودیم